سلام دوستان، به یارا بافت خوش آمدید. دوستان یارا بافتی، امروز آموزش یک مدل کیف رو داریم که با دهانه فلزی هلال بافته میشه. دوستان عزیز، لطفاً کانال یوتیوب یارا بافت رو سابسکرایب کنید، لایک و کامنت فراموش نشه و زنگوله رو هم فعال کنید. ویدیوها رو هم برای دوستانتون ارسال کنید که با کانال ما آشنا بشن. برای این کار ما نیاز به دهانه فلزی به شکل هلال داریم که اینجا من اندازه میزنم. از این قسمت تا این قسمت 17 سانت هستش. مهره داریم سایز 10، حالا به هر شکلی که شما دوست داشتین. من مکعبی هستش. نخ نامرئی داریم سایز 6 یا 7 استفاده کنید. عزیزان، پیج اینستاگرام ما رو هم فالو کنید و ویدیوها رو برای دوستانتون ارسال کنید. ممنون از اینکه همیشه از کانال و پیج خودتون حمایت میکنید. برای شروع کار مقداری از نخ رو برش میزنیم. شما نخ رو بلند بگیرید. درسته شاید یه مقداری در حین بافت اذیت بشید، ولی گره‌ای که در کار دارید کمتر میشه. دهانه فلزی باید به این صورت باشه، فضاهای خالی داشته باشه. برای شروع کار میایم نخ رو 3 تا از مهره ها رو از نخ عبور میدیم. یک سر نخ رو میایم از این فضاهای خالی، از اولین فضای خالی نخ رو عبور میدیم، میره قسمت پایین نخ. این قسمت خوب دهانه است. این قسمت که شیار داره قسمت داخل دهانه هستش. حالا نخ رو که عبور دادیم اینجا هستش. یک فضا رو نمی بافیم، فضای بعدی رو نخ رو از اون عبور میدیم. به این حالت ببینید ما نخ رو از این فضا رد کردیم، این فضا رو نمیگیریم، از فضای بعدی نخ رو بالا میاریم. به این حالت 3 تا مهره‌ای که داشتیم، دانه سوم رو میم مشترک میکنیم با نخی که از دهانه بیرون اومده، یعنی نخ سمت چپ، این نخ سمت راست هستش. به این حالت مشترک میکنیم، یعنی 2 تا نخ رو از مهره عبور میدیم، 2 سر نخ رو میگیریم تا نخ ها به یک اندازه باشه و کوتاه و بلند نشه. به این حالت اینجا ببینید یک خانه 3 تایی به ما میده. نخهای ما یکی از پایین مهره و یکی از بالای مهره رد شده. نخی رو که از پایین مهره رد شده میم از همون جایی که نخ رو بیرون آوردیم، از همین فضا دوباره نخ رو که قسمت پایین مهره هستش، از این فضا دوباره عبور میدیم و میکشیم، بافت محکم میشه. نخ ما الان قسمت داخل هستش، قسمت داخل هستش. میم یک فضا رو، نه فضای بعدی، نخ رو دوباره میاریم بالا. الان نخ من اینجا هستش، این فضا رو نه از فضای بعدی بیرون آوردم. حالا دوباره روی نخی که قسمت بالا هستش، یعنی از بالای مهره رد شده، اینجا روی این نخ 2 تا مهره رو میگیریم.
1 و 2. دانه دوم رو میم از گره مخفی استفاده میکنیم. گره مخفی این بود که سر نخ رو که مهره روش هستش از آخرین مهره عبور میدیم، دوباره اینجا به شکل یک حلقه در میاد. میایم نخ قسمت دیگر رو از داخل این حلقه عبور میدیم. این حلقه ما هستش، نخی رو که از قسمت فلزی بیرون اومده از داخل این حلقه عبور میدیم، دو سر نخ رو میکشیم. این گره مخفی هستش که آموزشش رو و ویدیوی اون رو در کانال میتونید ببینید و ببافید. به این حالت خانه های ستایی. دوباره نخی رو که از این قسمتی که نزدیک دهانه هستش، از همون جایی که بیرون اومده، یعنی فضای زیر مهره، ببینید این قسمت نخ بیرون اومده، ما دوباره از همین فضا نخ رو عبور میدیم به قسمت زیر میبریم. حالا باز دوباره یک فضا رو نه از فضای بعدی نخ رو بیرون میارید. ببینید نخ ما از اینجا پایین رفت، فضای بعدی رو نه از فضای بعدی، ما یک فضا رو جا میگذاریم. نخ رو که بیرون آوردیم، دوباره روی نخی که سمت بالای مهره هستش 2 تا مهره رو میگیریم، نخ رو حلقه میکنیم و نخ دیگر رو از داخل این حلقه بیرون میکشیم. به این صورت باز همین کار رو ادامه میدیم. یعنی نخی که قسمت نزدیک به دهانه هستش، از همون جایی که بیرون اومده بود، ببینید اون فضایی که زیر مهره هستش، از همونجا عبور میدیم، یک فضا رو نه فضای بعدی بیرون میاریم و کار رو به همون شکل تکرار میکنیم. روی نخ بالا 2 تا مهره حلقه میکنیم و نخ دیگر رو از داخل این حلقه بیرون میکشیم. به این حالت بافت ما محکم میشه. شما این کار رو به همین ترتیب ادامه میدید تا برسیم به این قسمت آخر. خب ببینید من این ردیف رو بافتم، الان رسیدم به انتهای کار. نخ رو گفتیم که از همون فضای زیر مهره پایین میبریم، حالا این فضای انتهایی ما هست، یک دانه رو باید جا بگذاریم، این انتهایی به صورت باز هستش. ما میایم نخ رو از این قسمت عبور میدیم، ایرادی نداره. خب حالا روی این نخی که از دهانه بیرون اومده، چون انتهای کار هستش و ما میخوایم برگردیم، روی این نخی که از دهانه بیرون اومده 2 تا مهره رو میگیریم، حلقه میکنیم و دیگر رو از داخل این حلقه بیرون میاریم. فقط مراقب باشید که نخ لابلای این شیار فضا قرار بگیره. ببینید به این حالت. حالا روی نخ سمت راست، چون ابتدای رج هستش، ما 3 تا مهره رو میگیریم و دانه سوم رو مشترک میکنیم.
به این صورت دوباره یک خانه 4 تایی به ما میده. به این شکل. نخ پایین رو، این نخ رو که از قسمت پایین مهره رد شده، میم از دانه کناری عبور میدیم، از یک دانه روی نخ بالایی 2 تا مهره رو میگیریم، یک حلقه درست میکنیم، نخ رو از داخل این حلقه بیرون میکشیم، دوباره یک بافت 4 تایی به ما میده. به این شکل. شما اگه دیدید بافتتون چروک برمیداره ردیف های بعدی و یا اینکه مهرتون سایز درشت‌تر بود، به جای اینکه یک فضای خالی رو جا بگذارید 2 تا فضای خالی رو جا میگذارید. این کار رو تا انتها بافت 4 تایی میبافیم و دوباره برمیگردیم. بلندی کار ما هر اندازه‌ای که دوست داشتید همین صورت بافت 4 تایی میبافیم. خب عزیزان ببینید من به اندازه دلخواه، بلندی دلخواه هم بافت زدم، به این صورت کامل شد. حالا طرف دیگه کار رو روی قسمت دیگه همینطور که اینجا میبینید دقیقاً قرینه، اینجا هم بافت میزنید همونجوری که سر گرفتید و به اندازه بلندی که برای این قسمت در نظر گرفتین این قسمت رو هم میبافید. خب عزیزان 2 طرف کیف رو بافتیم به این حالت. حالا دهانه رو باز میکنیم، 2 تا قسمت کنار هم دیگه قرار میگیرن. یک تیکه نخ رو بر میداریم، روی نخ 1 عدد مهره رو میگیریم. اینجا قسمتی که دهانه هست، ردیف اول، ردیف دوم و ردیف سوم رو کاری نداریم. نخ رو از دانه کناری از ردیف 4 عبور میدیم. ببینید 1 2 3 4مین دانه. 1 عدد مهره رو هم که داریم، قسمت دیگه نخ رو میایم از دانه 4 از قسمت مقابل عبور میدیم. 1 2 3 و 4مین دانه به این حالت. حالا 1 عدد مهره رو میاریم، روی نخ میگیریم و مشترک میکنیم. بافت رو میکشیم که به هم وصل بشه. دوباره سر نخ رو از دانه بعدی عبور میدیم، قسمت دیگه هم به همین ترتیب دوباره 1 عدد مهره رو میگیریم و مشترک میکنیم. محکم میکشیم، دوباره به همین ترتیب نخ رو از دانه کناری عبور میدیم، نخ قسمت دیگر رو هم از دانه کناری عبور میدیم، با 1 دانه مشترک میکنیم. شما این کار رو تا این قسمت بالا که انتهای کیف هستش انجام میدید. طرف مقابل رو هم به همین ترتیب به هم وصل میکنید که 2 قسمت کیف به هم وصل بشه. خب دوستان ببینید 2 طرف کار رو به هم وصل کردیم. تا دور کار به هم وصل شد، ما میایم این قسمت از کار رو
که به وسیله این یک ردیف 2 تا قسمت رو به هم وصل کردین. ببینید این میشه وسط کفی ما، یعنی این دانه. 3 تا طرف راست این دانه و 3 تا طرف چپ این دانه رو جدا میکنیم. این دانه وسط هستش، 3 تا این طرف 3 تا اون طرف و کار رو شکل میدیم به این حالت. تا میکنیم طرف مقابل رو هم این دانه وسط هستش، 3 تا این طرف 3 تا اون طرف و بافت رو به این حالت شکل میدیم. کفی ما به حالت مستطیل در میاد. یک تیکه نخ رو بر میداریم. ببینید از این دانه و این دانه که کنار دیواره هستش، دانه اول از دیواره این قسمت هستش، نخ رو عبور میدیم. میشه 2 تا دانه. خب نخ رو از این 2 تا دانه، ببینید این دانه و این دانه عبور دادیم. چون میخوایم به سمت راست برگردیم، روی نخ سمت چپ 2 تا مهره رو میگیریم. دانه دوم رو مشترک میکنیم. به این صورت. حالا نخ سمت راست رو از دانه کناری عبور میدیم. دوباره روی نخ سمت چپ 2 تا مهره رو میگیریم. دانه دوم رو مشترک میکنیم به این صورت. این کار رو ما ادامه میدیم تا برسیم به این گوشه. خب به این قسمت که رسیدیم، نخ سمت راست رو از این دانه و از این دانه که دیواره مقابل هستش عبور میدیم. الان ما 3 تا دانه رو داریم. نخ سمت راست میگیریم و مشترک میکنیم. این ردیف بافته میشه. کار رو تا انتها ادامه میدید. دوباره به همین صورت برمیگردید و کار رو تا قسمت دیگه، قسمت مقابل کفی رو میبافید. خب الان کفی کیف رو بافتیم تا رسید به قسمت دیگه. ما نخ رو که الان این قسمت هستش میایم از این دانه عبور میدیم. باید این 2 تا به هم وصل بشن. حالا از این دانه هم عبور میدیم. ببینید 1 2 3 تا. یک دانه مهره رو میگیریم و مشترک میکنیم. به این صورت. دوباره نخ‌ها رو از این دانه و این دانه کناری عبور میدیم. با یک مهره مشترک میکنیم. این کار رو تا انتها به همین ترتیب به هم وصل میکنیم. کیف ما به اتمام رسید. برای بستن کیف 2 تا قسمت رو به این صورت به سمت داخل میفرستیم. از بالا این 2 قسمت رو فشار میدیم رو به پایین. دهانه کیف بسته میشه. بعد از چند بار باز و بسته کردن کیف فرم خودش رو میگیره. این آموزش استفاده کافی رو ببرید و تا ویدیو بعدی شما رو به خدا میسپارم.